مبحث 128. در این جلسه و چند جلسه آینده در خصوص تفاوت و تمایز مؤسسات خیریه با کسب و کارهای اجتماعی در زمینه منابع مالی صحبت خواهیم کرد. نخستین تفاوت این که منابع مالی در مؤسسات خیریه وابستگی تام به کمک‌های مردمی داره. همانطور که می‌دونید مؤسسات خیریه مرکز واسط و کانالی هستند تا کمک‌های مردمی رو به دست نیازمندان و مددجویان برسونند. و اگر در مقاطعی کمک‌های مردمی کاهش پیدا کنه یا متوقف بشه، به تبع اون اثر بخشی و کارایی این مؤسسات خیریه هم به چالش کشیده میشه. و اینکه همونطور که مستحضر هستید عموما مؤسسات خیریه در زمینه تأمین منابع مالی با کمبودها و چالش‌های زیادی همواره مواجه‌اند و دست و پنجه در می‌کنند. و یکی از دغدغه‌های اصلی این مؤسسات هستش. و تجربه بشری هم ثابت کرده که هیچگاه بشر نتونسته از طریق این مؤسسات خیریه ریشه فقر و فلاکت رو ریشه کن کنه. در کسب و کارهای اجتماعی ولی این چنین نیست، چرا که این نوع کسب و کارها سیاست و راهبرد استقلال مالی رو در پیش میگیرن. به عبارتی در مدت زمان اندکی خودشون رو خودگردان و خوداتکا میکنن به لحاظ مالی، گرچه یکی از راه‌های تأمین بودجه کمک‌های مردمیه، به ویژه در گام راه اندازی و نقطه آغازین این کسب و کارها که این کمک‌های مردمی بسیار بسیار نقش آفرین و مؤثره. اگر بخوایم با مثالی موضوع رو تشریح کنیم، این کسب و کارها مثل یک به اصطلاح چهارچرخ یا یک خودرویی که متوقف در یک جاده مسطح و فردی میخواد به شکل فیزیکی اونو به حرکت در بیاره، هل بده به اصطلاح. مسلمه که در گام اول بسیار سخت این خودرو، این چهارچرخ حرکت میکنه و انرژی زیادی رو این فرد یا افراد باید مصرف کنن تا این چهارچرخ رو حرکت بدن. ولی خب وقتی که حرکت کرد روی این چهارچرخ دیگه انرژی زیادی نمیخواد دیگه که این به حرکت خودش ادامه بده.